سلام. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از محبوب ترین غذاهای ایرانی، یعنی سبزی پلو با ماهی. اولین کار خیس کردن برنج داخل آب و نمک. که انتخاب من برنج فوق ممتاز کشت دوم کاسپین هستش. همزمان با خیس کردن برنج سراغ ماهیمون هم میریم. اولین نکته اینه که ماهیمون تازه باشه، چون هر چقدر تازه باشه بوی کمتری میده. بنابراین ماهی تازه رو تهیه میکنیم و داخل آب و نمک به مدت حداقل 2 ساعت قرارش میدیم. بریم سراغ سبزیامون. سبزیایی که لازم داریم میتونیم سبزی تازه یا سبزی خشک استفاده بکنید. سبزی تازه شامل شوید، جعفری، گشنیز و تره. و اگه دوست داشتین سیر تازه رو هم میتونید خرد بکنید و بهش اضافه بکنید. وقتی آبی که روی اجاق گاز گذاشتیم به جوش اومد، برنج و سبزی تازه‌مون رو همزمان بهش اضافه میکنیم. برنجمون رو آبکش میکنیم، تحت دلخواهمون رو قرار میدیم. 5 دقیقه با شعله بالا، ساعت بعدی با شعله متوسط رو به پایین. اگر مایل بودین میتونید یک سیر کامل روی برنج قرار بدین که عطر بی‌نظیری به برنجتون اضافه میکنه. روغن رو هم اضافه بکنید و درش رو بذارید تا کامل دم بکشه. تا دم کشیدن برنج برگردیم سراغ ماهی. آرد و ادویه‌های نوشته شده رو توی یک ظرف گود میریزیم. ماهی رو اول از آب خارج میکنیم، با دستمال کامل خشکش میکنیم و توی مواد آردیمون به خوبی میغلطونیم. اینقدر میغلطونیم تا هر دو طرف به خوبی آردی بشه. روغن مخصوص سرخ کردن رو داخل ماهی تابه میریزیم و صبر میکنیم تا داغ بشه. تست کردن داغ شدن روغن هم به این صورت هستش که با یک سیخ چوبی داخل مواد آردی میزنیم و اون رو داخل روغن قرار میدیم. اگه به این شکل اومد یعنی اینکه کاملا روغنمون آماده هستش. ماهیمون رو داخل روغن داغ سرخ میکنیم که خیلی کریسپی و ترش‌تر میشه. اول از طرف گوش داخل روغن قرارش میدیم. 7 دقیقه که شد و کامل سرخ شد برمیگردیم و از طرف پوست هم سرخش میکنیم. مجددا 7 دقیقه روی حرارت میمونه و از روغن‌های اطراف برمیداریم و به روی ماهی میریزیم تا کامل سرخ بشه هر طرفش. در آخر برای اینکه روغن اضافه نداشته باشه با دستمال کاغذی پاکش میکنیم و روغن اضافهش رو میگیریم. در نهایت برای سرو و تزیین از خود ماهی، جعفری تازه، لیمو ترش و سیر ترشی استفاده میکنیم و چند تا گوجه گیلاسی برای خوشگل‌تر شدن قرار میدیم. برنجمون رو هم میکشیم. حتما دقت بکنیم که برنج باید خوش عطر و طعم باشه، مثل برنج ایرانی و با کیفیت کاسپین که واقعا در کیفیت نظیر نداره. این غذا با این طرز تهیه و با برنج با کیفیت کاسپین بهترین تجربه شما از سبزی پلو با ماهی خواهد بود. حتما امتحان کنید. نوش جان.